عجیب ترین انسان‌های جهان که باورشون سخته. ویکتوریا رایت. این خانم با یک بیماری ژنتیکی بسیار نادر به اسم کوروبیس متولد شد که باعث شد فک اون در طول زمان رشد چشمگیری داشته باشه. مندی سلارز. این خانم 41 ساله تنها فرد مبتلا به سندرم پروتئوس در جهانه که باعث شده بالاتنه لاغر ولی پاهای بسیار بزرگی داشته باشه. مرد درختی. عبدالباجندر 25 عمل جراحی برای برداشتن ضایعات چوب مانند روی دستها و پاهاش انجام داده که ناشی از بیماری نادری به اسم اپیدرمودیسپلازیه. کارلوس پسریه که به خاطر یک تصادف وحشتناک پزشکان مجبور میشن بخش قابل توجهی از جمجمه و مغز اونو برای نجاتش بردارن. کلودیو ویرا. مردی با سر وارونه که با ناهنجاری نادر پزشکی به دنیا آمد، اما تبدیل به یکی از سخنرانان حوزه بازاریابی و بازرگانی در کشور برزیل شد. لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه.